سلام سرشار مهر نثارتان همدیاران عزیز، دوستان و استادان عالی قدر، بنده هلالی ثور هستم و خواستم اینجا شعری را از شاعر سینای ابوعلی بهر شما قرائت کرده باشم. جهان روز زی چنگالی و با آزاد می گردد. جهان روز زی چنگالی و با آزاد می گردد. مصیبت کوج می بندد، بشر دلشاد می گردد. مصیبت کوج می بندد، بشر دلشاد می گردد. با کابل غنچه می خندد، دمشق از عشق گردد پور. هدفهای جهان خواهان همه برباد می گردد. 1001 بلا گم می شود از دامن دنیا، دوباره شهر افسانه همان بغداد می گردد. دوباره شهر افسانه همان بغداد می گردد. نمی ماند نشانی ز شیخ و ینکی و آخوند، جهان بی سرحد و بی رنج و استبداد می گردد. یراق قتل عامی دشمنی سیاره سرسبز، به حکم خلق دنیا محو از بنیاد می گردد. میان مغرب و مشرق مراسا می شود داور. میان مغرب و مشرق مراسا می شود داور. به فردا کار آدم ها فقط ارشاد می گردد. مهاجر ای وطن پزمان مشو محزون، رسد روزی وطن هم کار بخشا و دوچند آباد می گردد. محل بازی زی تنهایی و وحدت می شود تسلیم، هوس باغ دل مردم پر از شمشاد می گردد. غم و اندوه می افتد به زندان فراموشی، لبان مادران پرخنده بی فریاد می گردد. عدالت دست بالا و محبت می شود بسیار، دلی هر کس در این دنیا مکانی داد می گردد. رسیدن بر هوس آسان شود بیشک به لطفی حق. رسیدن بر هوس آسان شود بیشک به لطفی حق. ندای آدمان دایم مبارک باد می گردد. ندای آدمان دایم مبارک باد می گردد.